الله خدایی است که جز او هیچ خدایی نیست. زنده و پاینده و آگاه است. هیچ خواب سبک و سنگینی او را فرا نمیگیرد. و آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست. پس کیست که بتواند بدون اجازه اش شفاعت کند؟ هموست که از گذشته و آینده مردمان با خبر است. هیچ کس به علم او احاطه پیدا نمی کند مگر به قدری که خودش بخواهد. تخت فرمانرواییش چنان وسیع است که همه آسمان ها و زمین را در بر گرفته، در حالی که حفظ آنها بر او سخت نیست. و خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.